سلام دوست عزیز. اولتر از همه 106مین سالگرد استقلال افغانستان به همتان تبریک میگم. بالای موضوع ویدیوی امروز میخوایم برای شما سه ترفند کاربردی برنامه اکسل آموزش بدم. اولین ترفندی که میخوایم برای شما آموزش بدیم دریافت جمع فروش است. در این قسمت قیمت ها داریم، مثلا از تاریخ اول عمل سال 404 تا به 31 عمل 404 فروشات که یک سوپرمارکت یا دکان یا هر بخشی که داشته میخوایم که روزمره جمع شود. روز اول چند فروش شده، روز اول و دوم چند شده، سوم و اول تا به سوم چند فروش شده، اول تا به چهارم، اول تا به پنجم و بالاخره از اول تا به 31. اولا میایم پالی باید افغانی درج باشه، تمام از زیر انتخاب میکنیم. کاما سپراتور میگیم که سه خانه رو جدا بکنه. از یک قسمت خانه اشاری رو هم پنهان میکنیم، دیکریز دی سیمبل، و بعدا بالای نقطه کلیک میکنیم یا کنترل یک هم فشار بتیم میشه. میم در این قسمت تمام از زیر پاک میکنیم، صفر میگذاریم، کاما 0 0 0 3 دانه و فاصله افغانی و اوکی میکنیم. حال طوری که مشاهده میکنیم 5000 افغانی، 12000 افغانی، 7000 افغانی و به شکل پالی کدامش افغانی ذکر شد. میم بالای جمع فروش 6 با این طریقه جمع کنید: مساوی خود فروش و روز دوم مساوی خود روز دوم با روز اول جمع میکنین و بعدی را به طرف پایین کش میکنین تا با روز 31. این طریقه درست است، اما مشکلی که این طریقه داره داری است که اگر یک از روزها ما فروش نداشته باشیم، به طور مثال تاریخ 22 هیچ ما دکان باز نکرده باشیم، فروشگاه را میخوایم که دلیت بکنیم، اشتباها درد شده، پس در یک قسمت زمانی که ما دلیت میکنیم تمام فرمول بر هم میخوره. ما میخوایم از فرمول استفاده کنیم که اگر یک از ردیف را حذف بکنیم فرمول نشکنه. فعلا پس کنترل زد کردیم، ما میتونیم از فرمول دیگه استفاده بکنیم. بیرون دلیت میکنیم، تمام فروش انتخاب میکنیم، بعدا کنترل کیو فشار میدیم، بعدا میریم به بخش توتال. در توتالز در این قسمت تیرک کلیک میکنیم و بالای رننگ توتال کلیک میکنیم. به این شکل اما اصل جمعی که قبلا به دست آمده بود فعلا هم به دست آمده. اما اگر ما بخوایم که فعلا هم تاریخ 22 را حذف بکنیم دیگه فرمول از بین نمیره. صرف امروز مقدار پولی که به دست آورده بودیم او از اصل جمع حذف شد، اما در فرمول هیچ کدام مشکل ایجاد نشد. میریم بالای دومین ترفند دریافت ساعت کاری. ما یک اینترنت کلاب داریم. هر کس میه بالای کامپیوتر، مثلا زهیر آمده بالای کامپیوتر شماره 2 8 بجه نشسته و 9 بجه خسته برخواسته از سر کامپیوتر و به شکل نوید بالایش کامپیوتر شماره 1 8 و 30 نشسته و 11 و 10 دقیقه برخواسته. پس ما محاسبه کرده بتونیم که هر کدام بالای کامپیوتر چند دقیقه یا چند ساعت و چند دقیقه نشسته و چقدر پول از اینا میشه. خب به خاطر تفاوت زمانی رو پیدا کردنش شاید شما از این فرمول استفاده بکنید: مساوی ساعت ختم منفی ساعت شروع. به پایین کش میکنیم. ببینید تا جای بر ما جواب میده. از 8 تا 9 1 ساعت، از 8 تا 30 تا 10 و 11 و 10 دقیقه 2 ساعت 40 دقیقه. اما در قسمتی که ساعت ما از 11 و 30 شب به 2 بجه روز، یعنی 2 بجه صبحکی تنظیم شده، یعنی کسی است که از 11 و نیم بجه شب تا 2 بجه صبح کار کرده بالا کامپیوتر، یعنی از پی ام به ام. در این صورت بر ما جواب نمیده. پس یک فرمول دیگه داریم. این ضرورت نداریم که ما این کاملا این فرمول دلیت کنیم، فقط در ابتدایش نشته میکنیم. بعد از مساوی مود MOD قوس شروع میکنیم. اونم قبلی درست است. E3 منفی D3 یعنی ساعت ختم کاری منفی ساعت شروع کار. کاما 1 و قوس بسته انتر میکنیم. این نتیجه است. اما زمانی که ما پایین کش میکنیم در هیچ قسمت به مشکل مواجه نمیشه. کسی که 11 و 30 شب بالا کامپیوتر نشسته تا 2 صبح 2.5 ساعت است. حالا ما مجموع زمان جمع میکنیم. میتونیم از فرمول ساده اوتوسم استفاده بکنیم. انتر میکنیم، بر ما جمع میکنه 10 ساعت و 18 دقیقه. در صورت 10 ساعت و 18 دقیقه نیست، چون در اینجا 1 ساعت، اینجا 2 ساعت 40 دقیقه، 3 ساعت 30 دقیقه، 4 ساعت و 20 دقیقه،
چرا این مشکل ایجاد شد؟ چون از 24 ساعت اضافه رو برمون نشان داده نمیتونن، دوباره از یک شروع میشه. پس به خاطر اینکه این مشکل حل شوه این انتخاب میکنیم، کنترل یک فشار میتیم، بعدا در این قسمت تایپ در کاستوم در قسمت تایپ همین قسمت هوا را داخل براکت میگیریم، HH داخل براکت میگیریم، براکت HH 2 نقطه MM و اوکی میگیریم. حال میبینین جمله در همین تاریخ هر روزی که بوده 34 ساعت 18 دقیقه از کامپیوترهای اینترنت کلاب استفاده شده. در مجموع 15 نفر به مقدار مدت استفاده کرد. این بود دریافت ساعت کاری. و حال میریم بالای ترفند سوم که بسیار یک ترفند مهم است، دریافت عمر. ما میتونیم عمر یک شخص نظر به تاریخ تولدش دریافت بکنیم و این هم باید داینامیک باشه. یعنی چی؟ یعنی امسال اگر این جدول باز کردیم این 25 ساله است، سال آینده اگر این جدول باز کنیم باید اتوماتیک 26 ساله شده باشه، ثابت نباشه. یعنی وقتی که این شخص سال به سال عمرش بلند میره باید در جدول اتوماتیک آپدیت شود. به خاطر این کار میگیم مساوی از فرمول چی استفاده میکنیم؟ date def خلص شروع، تاریخ تولد انتخاب میکنیم، کاما، بعدا فرمول today رو نشته میکنیم، today قوس شروع قوس بسته کاما دبل کوتیشن y دبل کوتیشن قوس بسته و انتر. این انتخاب میکنیم، از طرف پایین مثبت 3 شد کش میکنیم. از طوری که مشاهده میکنین عمر فعلی تمامشان دریافت شد. جاوید 6 ساله، سلیم 17 ساله و بالاخره کبیر 58 و بابرام 20 ساله. اما در صورتی که ما اگر تاریخ میلادی نداشته باشیم، تاریخ هجری شمسی داشته باشیم، در این صورت ما ماینس از عین فرمول استفاده میکنیم، مساوی دف قوس شروع، تاریخ اول انتخاب میکنیم، کاما today قوس باز و بسته کاما دبل کوتیشن y دبل کوتیشن قوس بسته و انتر. مثبت 3 شد پایین کش میکنیم و اینجا هم میبینید که جاوید 1398 25 سال 1398 تولد شده، 6 سال است. سلیم که در 15 سال 1384 تولد شده 20 سال است. به این شکل بابک در 1397 تولد شده فعلا 6 سال است. اما شاید تعجب بکنیم که کامپیوترهای شما خصوصا برنامه اکسل تان اصلا هجری شمسی رو سپورت نمیکنه. اما ببینید اینجا که من نشته کنم مساوی today قوس باز بسته انتر برنامه نشان میده 3 شنبه 28 درصد 404. در صورتی که در این قسمت اگر من نشته بکنم مساوی today قوس باز بسته انتر برنامه میگه که تاریخ است 19 8 2025. پس چگونه تونستم با استفاده از فرمول today در این قسمت تاریخ هجری شمسی رو درج بکنم؟ ببینید ما را هم حتی گفته اسد 28 درصد 3 شنبه روز شام 404. پس به خاطر از اینکه بیاموزین چگونه میتونین که تاریخ میلادی رو به شمسی تبدیل بکنید در اکسل بدون از اینکه کدام افزونه یا ادنس از اینترنت دانلود بکنید، فقط از خود برنامه اکسل تون با استفاده از تکنیکایی که ما براتون آموزش میدم شما میتونید که تاریخ میلادی رو بسیار به سادگی به تاریخ هجری شمسی تبدیل بکنید. پس به خاطر از اینکه این آموزش مهم از دست ندین، 3 طرفند و تکنیک اکسل ویدیوی دومش فراموش نکنید. پس در ویدیوی دومی و بعدی 3 طرفند و تکنیک اکسل ما برای شما آموزش میدم که چگونه میتونید تاریخ میلادی رو به تاریخ هجری شمسی تبدیل بکنید. پس ویدیوی بعدی ما را فراموش نکنید.